سه قابلیت مخفی آیفون که 90% نمیدونه. مدرسه آیفون قسمت 4. اولیش اینه که اگه وارد ستینگ بشی و بیای پایین و بری قسمت اکسسیبیلیتی و بعد توی این قسمت بری گزینه تاچ و بیای پایین و روی گزینه بک تاپ کلیک کنی، گزینه اول دابل تاپ رو که انتخاب کنی، از این قسمت میتونی انتخاب کنی که با 2 بار ضربه زدن پشت گوشی چه اتفاقی بیفته. مثلا من میذارمش روی حالت اسکرین شات. الان که 2 بار پشت گوشیم ضربه بزنم اسکرین شات. دومیش اینه که اگه توی گالریت عکس و فیلمی داری که دوست نداری کسی ببینه، کافیه انتخابشون کنی اینجوری و بعد روی 3 نقطه سمت راست پایین کلیک کنی و از این قسمت گزینه هایدو بزنی. تمام عکس و فیلمات مخفی میشه و عکس و فیلمایی که مخفی کردی توی گالریت میاد این قسمت. و سومیش اینه که توی صفحه هوم دستت رو به پایین که بکشی، اینجا یه نوار جستجوگر واسط بالا میاد که میتونی هر چی که دوست داری و سریع سرچ کنی و پیدا کنی یا اصلا به عنوان ماشین حساب ازش استفاده کنی. مثلا من زدم 2 به علاوه 2، میبینی که جوابشو این بالا بهم داد. تو پیجم کلی ترفند و آموزش رایگان بهت یاد میدم. اگه دوست داشتی فالوم کن.